تو صفحه 95 جزوه آخرین قسمت فصل 4 هم تدریس کردیم. میگه که حالا به ما بعضی سوالا جواب نامعادله رو میده. میگه شما معادله رو بنویس، نامعادله رو بنویس. مثلا نامعادله قدر مطلقی بنویسید که جوابش این باشه. ببینید توضیحش راحته، من توضیحش رو میگم بعد اثباتش رو براتون اگه وقت کنیم براتون توضیح میدم. ببینید به 2 تا عدد نیاز داریم. اون بازه‌ای که داره میگه اول باید میانگین یا عدد وسط اون رو پیدا کنیم. میانگین -1 و 7 خب کاری نداره، جمع میانگین همیشه جمع تقسیم بر 2، پس جمعشون میکنیم تقسیم بر 2 میشه 3. پس میانگین یا عدد اون وسط رو اول پیدا میکنیم. عدد اون وسط 3. قدم دوم فاصله میانگین تا دو سر بازه که یه اندازه هم هست پیدا میکنیم. یعنی 3 تا 7 چند تا فاصله داره؟ 4 تا. 3 تا -1 چند تا فاصله داره؟ 4 تا، که بهش میگیم دی. یعنی یه امو پیدا میکنیم میانگین، یه دی که فاصله میانگین از دو سره. حالا جواب رو نگاه کنید، همیشه اینجوریه، قدر مطلق x منهای میانگین اونورم فاصله است. پس تو این سوال میشه قدر مطلق x منهای 3 اونور 4. حالا علامت میتونه پشتش به قدر مطلق باشه یا نه میتونه روش به قدر مطلق باشه. این بسته به جواب شماست. ببینید جوابتون یه بازه محدوده. بازه محدود کاره وقتیه که قدر مطلق پشت علامت وجود داره. بذارید یه مثال دیگه با هم دیگه حل کنیم تو صفحه بعد. فرض کنید برای بعدی نامعادله نگاه کنید، مثال 37 رو نگاه کنید. میخوام نامعادله قدر مطلق بنویسم. خب اول به میانگین این دوتا نیاز دارم. -5 با 3، بله -2 تقسیم بر 2 میشه -1. این میانگین. فاصلش تا دو طرف 4. فاصله نمیتونه عدد منفی باشه. فاصله یعنی مقداری که تفاوت داره، قدر مطلق تفاوت داشت. پس 4 تا اینور فاصله داره، 4 تا اینور. سوال تموم شد. قدر مطلق x منهای میانگین اونورم فاصله، حتما عدد مثبته، فاصله عددی مثبته. چون یه جواب دارم قدر مطلق کوچکتره، یعنی این میشه قدر مطلق x علاوه 1 کوچکتر از 4. که این حالا بیایم حلش کنیم. برعکس اگه اینو به ما داده بود چجوری حل میشد؟ به همه یکی یه دونه از همه کم میشه، -5x و 3. نگاه کن رسیدیم به همون جوابی که میخواست. بعدی چی؟ تو اینایی که 2 تا بازه میده دوباره میانگین رو پیدا میکنیم. 7 و 1 8 تقسیم بر 2 4. فاصله میانگین تا اون 2 تا عدد میشه 3 تا. دوباره قدر مطلق x منهای میانگین که اینجا 4 بود، فاصله اونور. چون 2 تا جواب داریم یه جواب محدود نیست، چون 2 تا جوابه حتما قدر مطلق بزرگتره. این هم جواب اینه. اگه حلش کنیم x منهای 4 یا بزرگتر از 3 یا x منهای 4 کوچیکتر از -3، که این x رو به من میده بزرگتر از 7 و این x رو به من میده کوچیکتر از 1. دیدید؟ 2 تا جواب قابل قبوله. حالا یه نکته دیگه هم میخوام بهتون بگم. وقتی اومدید اینو نوشتید، مثلا تو تست به شما میگه آقا قدر مطلق 2x منهای a بزرگتر از b. آبی کدومه تو این سال؟ شما میای قدر مطلقی که بلدی رو مینویسی، میشه این. میگی آقا این xه ولی اینجا 2x خواسته. نکته‌ای که قبلا هم یاد گرفتیم، شما یک عبارت و یک نامساوی رو میتونی در عددی مثبت ضرب کنی بدون که علامت برگرده. اگه در عددی منفی ضرب کنی همه رو علامت برمیگرده. اینا همه رو توی 2 ضرب میکنه. این میشه 2x، این میشه 8 و این میشه 6. پس a من 8، b من هم 6. چون اینجا 2x میخواست همه رو توی 2 ضرب کردم. تمام.